اینجا دهه باباسرخان جماعت دهات الماسی شهر حصار است. دهه از مرکز شهر زیاده از 20 کیلومتر دور جایگیر بوده. ساکنان آن بیشتر به کشاورزی و باغداری، تجارت و هنرمندی مشغولند. زبیده صالحова یکی از هنرمندانی است که در همین جا به وای رسیده بعد از اویله‌دارشوی برای رواج و رونق دادن هنرهای مردمی در محل و آموزانیدن جوان دختران میل دارد. زمانی که صنف پنجم میخواند در درس‌های تعلیم مهنت به دوختن کورتچه‌ها مشغول میشد و قلمکشی را باشد از پدرش آموخته صنفخانه‌ها را با لوحه‌های دستی آرا میداد. حالا برای نوخانه‌داران جهازها آماده می‌نماید. از قبیل بالشت‌های گلدوزی، کورته‌های عروسی، رفیده، چادر، رویمال‌های مردانه، پایانداز، آرایش رویمال‌های زنانه بانگین و دیگر لوازمات ضروری تیار می‌کند. وقتی که ما مکتب می‌خواندیم درس‌های تعلیم مهنت کورتچه‌ها می‌دوختم، لفتک‌ها می‌ساختم، انا گلکشی می‌کردم. امی گلایی که مقصد من می‌کشم من از پدرم آموختگی. کورتادوزی ایگون کس آموختگی نبودم. هوس داشتم، هوسی ذوقی همه چی داشتم. خودم می‌کشیدم، خودم دستکی دوزی می‌دوختم. پدر و بابای باباکلانش کندکاری میکردند. طور نقل میکند دروازه مکان امروزه تماشاباب سیاحان قلعه حصار را محض آنها کندکاری کردند و خویش و تباران به خاطر گرامی داشت این یادگاری اجدادی همه ساله در جشن بین المللی نوروز از این مکان تاریخی دیدن نموده به فرزندانشان ارزش آن را میفهمانند. زبیده از سخنان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نسبت رواج و رونق بخشیدن هنرهای مردمی و پیدا و معرفی نمودن هنرمندان از دهه‌های دوردست مملکت روح بلند گردیده با غایه‌های نو و طرز و اصولهای معاصر متاحهای ملی را آرایش داده پیشکشی خریداران می‌نماید. جهت رواج دادن هنرمندی دختران دهات و زن‌های خانشین را به شاگردی قبول نموده با آنها نازکی‌های کسب دوزندگی و کشیده‌دوزی را آموزانیده در همکاری با شعبه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی آنها را صاحب سرتیفیکات کرده است. یاد می‌تیم شما وزیر من این توک دوزی اون خیلی بفتگی قرق دوزی سر ساعت 8 میبیاید بیگا ساعت 6 خونه‌شان میروند تو بیگا همینجا تیار کردم قطعی میدوزن. مردم طلبگاری چیزای قدیمه حاضر یا دو وقت نبود. قهرمان ما با مقصد معرفی هنرهای ملی به سیاحان داخلی و خارجی میخواهد در یکی از منطقه های سیاحی و یا بازارهای محلی رسته فروش محصولات آماده نموده خویش را تأسیس دهد. چادر و کورپچه ها با دوخت قراقی که طلبگارش بیشتر شده است از متاهای خرد و یا زیادتی متاهای استفاده شده آماده کرده می شوند. نعمت‌الله رجب ماه هنرمند دیگری است که برای کودکان نوتولد شده تکثری دستبند و دیگر جهاز را آماده می نماید. او نیز از این هنرش روزگارش را پیش می برد. جوان بودیم بعد بیبیمون میگفتن که بچه‌م بیا می هنر مرا یاد بگیره که مثال پگا در زندگیتون اگر می هنر یاد گیره در زندگیتون خور نمیشه. مطلب هایی که من اینها میدوزن بعد بروشکای هوای ما نمیپرتاییم. ما میگیم که التماس میکنیم که همه رو مدد ما قرمای دور قدیمی میدوزم. چخیلی که بیبیم یاد داده بودن. من مثلا انا کورپچه‌ای که ما میدوزیم میدهک یا برای مثال من تگی گوره گودکای چقلاق میبردن گوره میبردن دور پیش. انا من این کس اینش با کورپچه‌ای که برای روی دولی گودک میپوشوندن دور پیش. من حاضره من این برای تایلقتی گودک بود. من برای تایلقت گودک میپرتن کورپچه میکردن که ثوابش همین قرمای. من دستبندک هایی که ما دور پیش میدوختیم مثلا برای دستبندک گوره من برای پوچش برای دست گودک پیچوندن. ما می هنرها را ابیبی یاد گرفتیم. من از جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان بسیار منادار هستم که همین نقش هایی که دور پیش دور قدیم آدما میدوختن همه رو با عملی سازی برنامه و نقشه ها در سمت احیای هنرهای مردمی، معرفی هنرمندان محلی در سطح جمهوریوی و بین المللی امکان فراهم می آورد تا زندگی ساکنان کشور بهتر کرده شود. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار.